سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به این ویدیو. توی ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که برنامه‌هایی مثل گالری گوشی همه برنامه گوشیتون رو قفل کنید. خب وارد برنامه بازار بشین، بنویسید قفل برنامه و این برنامه رو نصب کنید. وقتی نصب کردید واردش بشین. حالا هر کدوم نوع رمزی که میخواین رو انتخاب کنید. من الگو رو انتخاب میکنم، دوباره با کنم تایید، زرد شدن. حالا من رد میشم. حالا با دسترسی بهشون بدیم. خب حالا بعد اینکه دسترسی ها رو دادید، برنامه‌های خودتون رو هر کدوم که دوست دارید رو قفل کنید به دلخواه خودتون. من گالری رو قفل میکنم. حالا واسه بار شده ببینم قفل شده. بله قفل شده. بله قفل شده. هم مثلا گوش میخواد. حالا من انصراف میدم و حتما واسه بار شدن با پینمو بزنم و حتما واسه بار شدن با الگومو بزنم. خب دوستان، ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید و تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.